درود و سلام و پیام بر گوش کنندگان تعبیر خوابی امروزه. امروز میخواهم یک چند زراعت را تعبیر نمایم. با ما باشید و ما را تا به آخر همراهی نمایید. ماش. اگر کسی در خواب ببیند ماشی پخته خود مال کمی به دست می‌آورد و اگر ببیند ماشی خام خورد دچار غم می‌شود. جواری مکه در خواب دارایی به صفت است. پیسته در خواب همچون پولی آسان به دست آورده شده تعبیر می‌گردد. استعمال نمودن پیسته در خواب نشانه به دست آوردن پولی بی‌درد میان است. درخت پیسته در خواب همچون شخص نجیب و عالی همت تعبیر می‌گردد. پخته در خواب نشانه از گناهات تازه شدن را دارد. نخود سلامتی و موفقیت نصیب آن می‌گردد که در خواب نخود می‌بیند و یا آن را استعمال می‌کند. مویز در خواب نصیبه خوب از خداوند است. لوبیا در خواب دیدن لوبیای پخته نشانه نیک است، ولی اگر لوبیا نارسیده و خام باشد از بدبختی، غم و بیماری درد می‌دهد. کنجی در خواب پول حلال به دست آورده شده است. گندم نو در خواب بشارت نیک است و گندم خوش تعبیری برعکس را دارد. هر نفری که در خواب گندم تر و تازه را استعمال می‌کند از دین و آیین خود نیکی می‌بیند و دارایی نصیبش می‌گردد. همچنین گندم در خواب نشانه حاصل خوب و عملی گردیدن نقشه‌ها است. سبز گشتن گندم در خواب مژده نیک است. خریدن گندم از گم شدن پول یا زیاد گشتن سفید فرزندان در عائله شهادت می‌دهد. نفری که در خواب جو پیشتر گندم می‌درود نشانه شر و بدی پنهانی است و در صورتی که به جای گندم جو بروید از نیکی پنهانی خبر می‌دهد. این بود یک چند زراعت که ما تعبیر کردیم.